از دست رفته پفک مینو بعد انقلاب چی شد؟ یه خانواده کارآفرینی بودن به اسم خسرو شاهی، کارخونه هاشون رنگارنگ، ساق طلایی، پفک نمکی، بیسکویت مادر، که سال 57 انقلاب شد. به اینا هم انگ طاغوتی زدن و اموالشون رو مصادره کردن و صفر رفتن آمریکا. اما کاظم خسروشاهی خیلی زود شرکت زد به اسم فیوچر. تو زمان خیلی کوتاه، توی چند سال 7000 کارمند و 90 شعبه زد و تبدیل شد به بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کانادا، با این شعار که پول تو ذهن ماست نه تو حساب بانکیه. من علی لطفی ام، تو پیجم پشت پرده اقتصاد برندا و مسیر رشد کسب و کارا رو دارم به زبون ساده تعریف میکنم. اگه این پست براتون مفید بود